چون مرغی دست استای چی مرغی در دج جانا. اگر موسیقی ترکمن رو به دو دسته با آلات موسیقی و بدون آلات موسیقی تقسیم کنیم، در بخش موسیقی بدون آلات موسیقی زنان ترکمن ترانه‌هایی دارند که سینه به سینه گشته و هنوز هم گاه به صورت گروهی و یا گاه تک‌خوانی اجرا می‌کنند که از آن جمله میشه به لالایی‌ها و لعله‌خوانی اشاره کرد که ما در این برنامه با لعله‌خوانی آشنا میشیم. لعله دلخراشیه که از گلوی دختران به غربت رفته ترکمن بلند می شده. زمانی که ترکمنها کوچنشین بودند، گاه دختری خواسته یا ناخواسته از ایل جدا می شده و با ایل غریبه وصلت می کرده که همین وصلت آغاز جدایی اون از خانه و کاشانش بوده و در غم فراق خانواده می خونده. وقتی از استاد خالد سعادتی بخشی ترکمن پرسیدم معنی کلمه لعله چیه، گفت کلمه لعله جانشین اون ناله شده. گفت باید دل بسوزه که اون ناله از حنجره بلند بشه. این ناله از گلوی دختری که در چاه افتاده و سرشو بالا میگیره تا فریاد بزنه که من در چاه افتادم بلند میشده. استاد سعادتی سرش رو به آسمون گرفت و همزمان که ناله از گلو سر میداد با ضرباتی به گلوی خود میزد. بشنویم توضیحات استاد سعادتی، خواننده و دوتارنواز برجسته ترکمن که درباره لعله برامون میگه. این لعله توضیحش اینه که مثلا یک نوع ناله. ناله چیه؟ ناله کسی که دور افتاده، کسی که کلی از مادر پدر دور شده، از برادران خانواده دور شده. قدیما ترکمن‌ها کوچه‌نشین بودن. خیلی برای اسلام اینقدر باوری ترکمن‌ها چین داشتن، ترک ایمان بودن، چون اول بعد ترکمن شدن. بعد اسلام میگفت که 12 سال نباید بگذاره، دختر فوراً فروخت مثلا به شوهر بدید. بعد همون موقع گفته اسلام قبول کنن، دختر را از کوچکی مثلا میدادن به یک فرسخ دور. مثلا اون موقع وسایل نبود، با خر می آمدن، با اسب می آمدن، مثلا 3 شبانه روز 4 شبانه روز میشد. بعد این دختره موقعش نمیتونست بره خانه پدر مادرش، که تنهایی که نمیشه، باید اونو با چند خر و از امنیت برقرار بشه و از بخاطر ناله زدن. همون موقع مثلا یک کسی که دور افتاده تر بود یا پدر از پدر مادرش هر 10 سال 20 سال ممکنه یه بچه بزرگ میکرد، داماد میکرد، بعد شاید یه بار پدر مادرش میرید ناله میکرد اینطوری. چون کسی که ناله میکنه خودش میتونه این صدا در بیاره، بعد کسا اینو به طور زنده بکنه میگفتن لا لا لا، بعدن لا 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 های لا لا، اینطوری شده، طور خودش میزد که با این حنجره چیز بکنه بفرمانه به پدر مادرش من خیلی دور افتادم، انگار به چاه افتادم، تو چاه زده من در بیاره. بارا نگاه میکرد. امروز هم دختره اکثر اینطوری باید بکنن، بارا رو نگاه. های لا 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 جانا لا 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 جانا. چون مرغی دست استای چی مرغی در دج جانا. یا دل رقی ورتنایی ترگی در دج جانا. اگر سنگی را به چاهی بیاندازی او گم و گور می شود مادر جان. اگر دختری به ایل غریبه داده شود گم و گور می شود مادر جان.
ایل قریب ایل بدی هستن، نگذاشتن در جایی آرام بگیرم، نگذاشتن موهای سیاه هم را شانه بزنم. یا دل yamanil ray oturtmadı tahtımda yay. Nokta ara saçımı yay daratmadı vaktına yay. La 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 cana la 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 cana. روی نمد سفیدمان رد پایم باقی مانده مادر جان. در بشقاب رنگین سهم من باقی مانده مادر جان. Aketenin üstüne yay cayım halli ece cana. Tırlı tavuk içine yay payım halli ece cana. Yannak başı yanana yay yanı divin ece canay. Soğan maşı solana yay divin ece canay. وقتی که گلهای صحرایی از گرما سوختند، من نیز سوختم مادر جان. وقتی که گلهای پیاز پژمرده شدند، بدان که من نیز پژمرده‌ام مادر جان. Benim duşum sorana yay yitti din ece canay. Daim daydam gelene yay ölü din ece canay. Men ölümde kim ağlar ay, kavrim kazan ağlar ay. منم از من پرسیدن بگو که من مرده‌ام مادر جان. وقتی که دایی و خاله‌ام آمدن بگو که من مرده‌ام مادر جان. وقتی که من مردم چه کسی بر مزار من گریه خواهد کرد؟ حتما گورکنی گریه خواهد کرد مادر جان. Yandım canece, koydum canece, ya dil orada men, sollum canece. ای مادر جان، ای مادر جان، در میان ایل غریبه سوختم. La 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 canay, cana la 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 la. La 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 canay, cana la 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 la. La 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 hayli la la cana la 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 la. Koydum canece ya dillarda men tollum canece. Yandım canece koydum canece ya dillarda men tollum canece. لعلخانی این برنامه رو خانم عایشه سعادتی اجرا کردن که پدرشون استاد خالد سعادتی ایشونو با دوتار نوازی همراهی کردن.